نمایشگاه بین المللی سیاحی دیاتی 2025 رسما افتتاح گردید و در مراسم افتتاحی چهاربینی روبران وزارت اداره‌های داخلدار جمهوری و دیگر تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ که جهت اشتراک در این نمایشگاه دعوت شدند اشتراک نمودند و باید گفت که این نمایشگاه تا 20 سپتامبر ادامه می‌یابد. بخشیده شده است بر روز جهانی سیاحی که همه ساله 27 سپتامبر در سراسر عالم قید می‌گردد و در این نمایشگاه زیاده از 200 سوبیکت خدمت‌رسانی و 400 مهمان از خارج کشور اشتراک دارند. همچنین در برابر این شرکت‌های خارجی سیاحی نیز غرفه‌های خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. چهاربینی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و با دستگیری کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب شرکت سیاحی سومون تریول و دیگر شریکان رشد تشکیل کرده شد. در مراسم افتتاحی آن راهبران و نمایندگان ساختارهای دولتی، شریکان بین‌المللی و زیاده از 200 شرکت خدمت‌رسانی ساحه سیاحی از تاجیکستان و کشورهای جهان اشتراک نمودند. چهاربینی با سخن افتتاحی معاون رئیس شهر دوشنبه آغاز یافت. تاکید گردید که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها بر رشد استوار ساحه سیاحی، معرفی اقتدار طبیعی، فرهنگی و تاریخی کشور و تحکیم همکاری بین‌المللی مساعدت می‌نماید. در ادامه رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وزیر سیاحی چرنگوریا و رئیس کمیته سیاحی سازمان ملل متحد عاید به اروپا سخنرانی نموده اهمیت تشکیل و برگزاری چنین نمایشگاه‌های محتشم را برای رشد ساحه سیاحی تاکید نمودند. گفته شد که این نمایشگاه امکانات سیاحی و انفراستراکچور کشور را معرفی نموده جلب سیاحان و سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد. سومون تریول شرکتی با اعتماد سیاحی بوده دایره وسیع خدمت‌رسانی‌ها را پیشنهاد می‌کند. فروش چیپته‌های هواپیمایی، تورپاکت‌ها در داخل تاجیکستان و خارج از آن و اینچنین اکسکورسیاها، برانکونی مهمانخانه‌ها و خدمت‌رسانی نقلیاتی. در دایره این چهاربینی سومون تریول سهم ارزنده گذاشته سمت‌های نوی سیاحی، پیشنهادهای مخصوص برای مهمانان نمایشگاه و همچنین دستگیری و تشکیل سفرها و لوجستیکای اشتراکیان را معرفی نمود. برگزاری نمایشگاه برای معرفی امکانات‌های بزرگی سیاحی کشور، این معرفی شرکت‌های سیاحی، تبادل تجربه با شرکت‌های خارجی که در اینجا حضور دارند زمینه فراهم می‌آورد. همزمان تاکید گردید که برگزار شدن چنین چهاربینی‌ها همکاری بین‌المللی را تقویت داده برای رشد سیاحی داخلی و بین‌المللی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. پس از مراسم رسمی افتتاح مهمانان با امکانات و ظرفیت‌ها و اموال و خدمت‌رسانی شرکت‌های اشتراکی شناخته شدند. در نمایشگاه دیاتی 2025 زیاده از 200 شرکت از جمله 65 شرکت خارجی اشتراک دارند. شرکت‌های خارجی اساساً از آلمان، بریتانیای کبیر، فدراسیون روسیه، ترکیه، امارات متحده عرب، عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا، ایران، پاکستان، بحرین، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، یمن و مراکو میباشند. شرکت‌های سیاحی، هواپیمایی، مهمانخانه‌ها، مؤسسه‌های طبابتی و سالمگردانی، مرکزهای فرهنگی و فراغتی و استحصال کنندگان محصولات ارمغانی امکانات و خدمت‌رسانی‌های خود را در نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه معرفی می‌کنند. پایگاه کوهنوردی سیاحی ارتوش در این نمایشگاه با نفوذ غرفه خود را دارا است که ما در اینجا از تمام خدمت‌رسانی‌های شرکت و معلومات عاید خط‌سیرهای جالب کشور عزیزمون و مهمانان و همه دوستداران طبیعت گردی پیشنهاد نموده ایستاده‌ایم. شرکت ما همچون یک شرکتی که با نمودهای ورزشی سیاحی کوهنوردی، کوهگردی، نقلیات سواری در تاجیکستان مشغول است و بسیارتر خط‌سیرها را توی این مسیرهای نمود سیاحی پیشکش مهمانان می‌گرداند. ما برای مسافران عزیز تاجیکستانی برادران و خواهرانمون که میان به ایران میدونیم مشکل کارت بانکی دارن. واسه همین ما کارت بانکی را آماده کردیم برای هموطنان هم زبانهای عزیز تاجیکمون که میخوان به ایران بیان. ما اینجا کارت رو به نام آنها صادر میکنیم. اینجا هموطنان و هم زبانان عزیز ما به سامانی پول پرداخت میکنن و کارتشون در ایران به ریال ایران شارژ میشه. همچون سال گذشته و حتی بیشتر از سال گذشته پیشرفت بسیار خوبی رو در این نمایشگاه در حاضر دیدیم. با تشکر از کمیته ملی سیاحی، با تشکر از شرکت سومون تراول که مجری این نمایشگاه هستش و اینجا شرکت نادیا پرواز رو داریم که با خدمات جدید با ارائه کارت بانکی ایرانی برای گردشگران تاجیک مفتخر است که تقدیم گردشگران تاجیک کنند. در دوره چهاربینی واخوری‌ها در شکل B2B و با امضا رسانی صنعت‌های نوی همکاری نیز پیش بینی گردیدند.
با تذکر داد که مقصد از برگزاری نمایشگاه مذکور رشد ساحه سیاحی، تشکیل بازار سیاحی منطقه در شهر دوشنبه، معرفی اقتدار بوی طبیعی، سیاحی و فرهنگی و طبابتی و سالمگردانی مملکت، آموزش تجربه پیشقدم، جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تطبیق لایحه‌های سیاحی، تحکیم همکاری ساحوی و برادرشهری، رشد شریکی با سوبیک‌های خدمت‌رسانی سیاحی و در این زمینه تهیه استراتژی‌های مشترک سیاحی به شمار می‌رود.